امیری دوی پوریا پوتک قرار شد بعد از 1 میلیونی ویدیوی امیریش بیاد بیرون که امیری همین امروز 1 میلیون ویو خورده. یه خبر اختصاصی راجع به پروژه بعدی پوریا پوتک و البته اینم بگم فراخوان تتلیتیو جلو درب زندان تهران بزرگ تتلو داریم. رپ حواشی امروز بهتون پیشنهاد میکنم اصلا از دست ندید و تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. بکس امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا رپ تایمه. ستون آگن که همونطور که میدونید بعد اینکه پروژه امیری اومد بالا یه حواشی ایجاد شد که این امیری پارت 2 هم داره، یعنی این پارت 1ش بود، پارت 2ش هم قراره بیاد بیرون که یه سری فکتا وجود داره راجع به این قضیه که داخل این ویدیو برای اولین بار قراره ببینید. زیاد چیزی نمیگم، فقط یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید و تا آخر این ویدیو مثل همیشه رو هم بمونید دیگه. برسیم سراغ خبر. بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بهتون بگم حتما اول از همه تو کانالمون عضو بشید، چون خبرها رو اونجا اول از همه من میذارم، یعنی هر خبری که در مورد رپ میشه اونجا گذاشته میشه به صورت ثانیه و لحظه‌ای. هر خبری راجع به هر رپری هست، مثلا لایوهای دیشب دانیال مشی کنه، هر لایوی باشه بچه‌ها اونجا میذارن اتفاق بیفته. کانالمون هم بچه‌ها رپ تایم، اگه لینکشو میخواد که رپ تایم ORG آخرش 2 تا جی داره. بعد اینکه این لینک هم من کپی میکنم میذارم تو کامنت ها، پیرم میکنم که مستقیم بزنید وارد چنل بشید. و اینم گروهمونه که بچه‌ها با هم دیگه صحبت میکنن، دور هم جمعن. اینم حالا سرچ کنید گپ چنل رپ تایم میاره بالا، اگه هم پیدا نکنید تو کانالمون پیدا میشه. بازم حالا تو کانال پست آخر سعی میکنم اینو واسهتون چی بذارم. برسیم سراغ خبرها و داستانا. آقا خبر میدونید چی بود اصلش؟ این بود که پوریا پوتک خب یه زاویه فک عمل کرده، یعنی فکشو عمل کرده بود، زاویه فک داده بود. خب بعد داستان اینجوری بود که ما این زاویه فک رو تو پروژه امیری اصلا ندیدیم. خب یعنی این چیزی که بود رو ندیدیم، چون پوریا پوتک گفته بود این زاویه فک رو 2-3 تا عملی که کردم برای بزرگترین پروژه. حالا بزرگترین پروژه پوریا پوتک که میگه سال 2027 فیت با ترویس اسکاته. تو اولین ویدیو خودش هم اینو منتشر کرده، نوشته 2027 فیت با ادامه‌ش رو دیگه نزده با کی. خب ولی استوری پوتک رو با هم دیگه ببینیم بچه‌ها. این الان استوری پوریا پوتکه که نوشته 2027 فیت. خب این فیت احتمال زیاد با ترویس اسکاته، ولی یه چیزی که باحال و چی رو بهتون بگم شک برانگیز بود، توی یه ترکی که با دوکی هیپاپولوژیست گذاشته بودن آپلود کرده بودن همینو گذاشته بود 2027 نوشته بود کامینگ سون مثلا 2027. بچه‌ها میگن که احتمالاً فیت با هیپاپولوژیست سال 2027، ولی من بعید میدونم. فکر کنم مثلا 3-4 سال مونده تا اون موقع دیگه، 3-4 سال واقعا مونده، 4 سال مثلا 3 سال مونده تا اون موقع. بعد فکر کن اینجوریه که تو میای یه پروژه رو مثلا تبلیغ میکنی 3 سال تموم میخوای تبلیغش کنی، بعد مثلا بیای فیت با هیپاپولوژیست باشه که 100% اتفاق نمیفته، با یه رپر مطرح خارجی این اتفاق قراره بیفته. پروژه امیری هم بچه‌ها الان 1 میلیون ویو گرفته، یعنی ببین باگ یوتیوب سر 50000 تاست. خب 1 میلیون ویوشو گرفته و ما منتظر پارت دوم امیری باشیم یا نباشیم. همونطور که بهتون گفتم یه 2-3 تا عملی که پوریا پوتک کرده بود و تو موزیک ویدیو اصلا ندیدیم. خود پوتک گفته بود این برای یکی از بزرگترین پروژه‌ام. حالا 2 تا حالت داره دیگه، یا امیری پارت دوم داره یا نه این برای سال 2027 عمل کرده که بعید میدونم 3 سال بیاد، مثلا 3 سال قبل زاویه فک عمل، بعد عملش هم موقته، یعنی بعد این مدت میره، یعنی عمل کرده 3 سال دیگه بره. بعید میدونم اینم. بازم من حس میکنم که این داستان امیری پارت دیگه هم داره، حالا پارت دیگه‌اش کی بیاد معلوم نیست. چون خود پوریا پوتک برگشت گفت که آقا امیری وقتی 1 میلیون ویو بخوره پروژه و موزیک بعدی منتشر میشه، یعنی اینجوری برگشت گفت و ما هم الان منتظریم که پروژه بعدیش منتشر بشه. نگفت که منتشر میشه، ولی خب گفت که پایان امیری 1 میلیون خورد پروژه بعدی میاد بالا. امیدوارم که اتفاق واقعا بیفته و سر حرفش پوتک بمونه. و بچه‌ها موضوع بعدی که اومده بود این بود که آقا خشی و بقیه بچه‌ها که رفتن دیسش کردن حاشیه فیک بوده. ولی همونطور که میدونید خشی اومد توی وایس اعلام کرد کلا با پوتی کاری نداره. اینم وایسشه. مثلا بگم خیلی وقته که توی حالا جاهای مختلف کوچولو راجع به صحبت کردم، ولی حالا این وایسو میذارم که به صورت واضح بگم آقا من بالای 1 سال و نیمه که تو هیچ لیبل، تشکیلات و گروهی دارم فعالیت نمی‌کنم، به صورت سولو دارم فعالیت می‌کنم. پس این در جواب سری دوستان که تو دایرکت و حالا کامنت و سری جاهای مختلف هم سوال می‌پرسن، حالا جای مختلف هم راجع به صحبت کردم کوچولو، ولی اینو به صورت واضح دارم میگم داشتون بالای 1 سال و نیمه که سولو داره میزنه. برو بریم، حالا اگه بعداً لازم شد شاید بیام دلایلشو بگم، ولی الان هیچ دلیلی نمیبینم که بخوام بگم، ولی شاید یک روزی بیام این سری دلیل راجعش بگم. این تمام شد. یعنی ما فکر می‌کردیم حاشیه کاملا فیک بوده، ولی خب اونجوری که بوش رسید فیک نبوده و واقعا با هم دیگه به هم زدن. و الان فکر نکنم پوتک
یه رپر کلا باش کانکشن قوی داره اونم پیشرو، یعنی کل دوستاش دیگه تمام شد رفت. حالا گفته که توضیح میده، ما منتظریم توضیح بده، فعلا خبری نیست. اینم داشته باشید تا اینجا. و اینکه دیگه خبری نیست. نه پوتک اشاره کرد و کچی هم که آخرین باری که بود پوتک رو زد آنفالو کرد و تمام شد. کلا دیگه اصلا با هم دیگه صحبتی هم نکردن. و بچه‌ها موضوع بعدی، هیچ واکنشی از سمت بچهای وانتونز خب بجز کوروش وانتوز نداشتیم. خب کوروش وانتوز اومد نوشت امیری فیک کنسل، همین رو نوشت کلا رفت. نه آرتا واکنشی نشون داد نه کسی، چون انقدر تیکه انداخت ماشاءالله پوتک توی این دیسش که اصلا میگفت نه دیس تیکه به کسی خاصی نیست، اصلا دیس نیست کلا موزیک این داستانا. بی خیال. برسیم سراغ داستان امیر تتلو. آقا امیر تتلو رو ما نفهمیدیم این خانواده‌اش آزادش چیکارش میکنن. یه بار برمیگردن میگن که وضعیت روحیش خوبه، یه بار برمیگردن میگن داره فوتبال بازی میکنه، یه بار میگن شعر نوشته داره آهنگ میده. الان آقا این مادر تتلو فریده خانم اومده کامنت یعنی پست گذاشته تو اینستا، نوشته دوستداران و هواداران و طرفداران و تتلیتی های عزیز امیرمان. خب امیر تحت فشار شدید روحی و روانی در زندان تهران بزرگ است. برای درخواست 10 و 5 دقیقه جلوی دفتر ارتباطی مردمی قوه قضاییه باشید. امیر تتلو ساعتی فکر کنم نمیدونم 10 اگه اشتباه نکنم 10 و 50 دقیقه 5 دقیقه معلوم نیست، صبح چهارشنبه امروز. یعنی بچه‌ها تاریخش اگه بخوام بهتون بگم همین امروزه. الان که ساعت چنده نمیدونم، گذشته دیگه. حالا این ساعت 10 50 دقیقه بود اونجا بودن گذشته. حالا نرید آجی میکناتون تو گونی خطرناکه جدی، اینجا برید داد بیداد کنید نتیجه خوبی نداره. بخاطر چیز تخمیه دیگه، باشه بریم اونجا چی بگی. نمیدونم چرا خانواده‌اش تا این حرکتو میزنن، بدتر میخوان یارو رو فکر کنم بگاه بدن تو زندان. آقا نکنید جدی. حالا دیگه گفته اینو واسه تتلیتیاست دیگه، فراخوانشونه. گفته اومد اینجا هیچ حرفی نزنید، فقط سکوت کنید اونجا وایسید. حالا برید سکوت کنید وایسید دیگه، موفق باشید. بعد موضوع بعدی بچه‌ها فیت هیپاپولوژیست با سوگنده و فیت شایع با سوگند. یعنی الان ببین دو تا فیت سوگند داره که یکیش با هیپاپولوژیست یکیش با شایع. شایع تو مصاحبه قبلیش گفته بود من هر کسو فالو میکنم باش فیت میدم و الان شایع هم سوگند رو فالو کرده هم بهرامو. یعنی الان شایع با سوگند و بهرام با جفتشون فیت داره. حالا معلوم نیست کی بیاد ولی با هم دیگه فیت دارن 100%. ببین برکت نبود جعفری منیجرش، میبینی با همه داره فیت میده، با همه داره کانکشن میشه. اون ارتباط دوست دخترش هم با شایع فکر کنم بعد قضیه رفتن جعفری بهتر شده. این کلی عکس اینا میذارن. بچه‌ها منیجر هیپاپولوژیست هم که میبینید نوشته سوگند با یه علامت تعجب که احتمال زیاد با هم دیگه فیت دارن. البته قدیمم خب یه خبرای شده بود که اینا میخوام با هم دیگه فیت بدن ولی خب دیگه زیاد نگرفتم پیشو. و در آخر دوباره پروژه از امیری سوگند یوتیوبر، همون یوتیوبره بود که چیز مدگلو میکرد. $3303 تابلوی امیری از پوریا پوتک خریده، نزدیک تقریبا مثلا 300 تومن. خیلی عالی. اینم که پست خود پوتکه که نوشته که آقا سوگند $3333 اینو خریده از ما. این تابلوی امیری هم که آره دیگه تابلو امیری. حالا معلوم نیست پوتک اینو با چه قیمتی درست کرد، چقدر دوجی فروش رفته. $3000 فکر کن طرف گرفته. دمش گرم جدی، نوش جونش. بچه‌ها یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، نظرتون رو حتما راجع به پروژه امیری واسم بنویسید چون ریاکشنی که رفتیم زیاد نگیره. حالا اگه حال کردید تا اینجا ویدیو موندید ریاکشن این بالا میاد میتونید برید ببینید. دمتون گرم، دوستتون دارم، زیاد مواظب خودتون باشید. امید دیدار.